به نام پروردگار. درود جان دل. خیلیاتون از من پرسیدین که چرا این شکلی میشینی روی مبل؟ چرا پاهات آویزون نمی‌کنی؟ اول می‌خواستم با کامنت خیلی کوتاه جواب بدم، بعد دیدم نه، مطلب مهمیه و بهتره که یک پست بهش اختصاص بدیم. چون واقعا روش نشستن در مورد سلامتی و لایف استایل خیلی مهمه و نمیشه ازش راحت گذشت. به خاطر همینم میخوام خیلی مفصل و کامل براتون توضیح بدم. حدس میزنم بعد از اینکه این پست رو ببینید دیگه خیلیاتون روش نشستنتون رو مبل رو تغییر میدین و مثل من میشینید. به نام پروردگار. درود جان دل. خیلیاتون از من پرسیدین که چرا این شکلی میشینی روی مبل؟ چرا پاهات آویزون نمی‌کنی؟ اول می‌خواستم با کامنت خیلی کوتاه جواب بدم، بعد دیدم نه، مطلب مهمیه و بهتره که یک پست بهش اختصاص بدیم. چون واقعا